با سلام دوستان، سینا هستم. خوش اومد به یه آموزش دیگه از برنامه اکسل. تو این قسمت قصد داریم به شما فاکتور گیری و آموزش بدیم. خب من یه جدول به شکل فاکتور از قبل برای شما آماده کردم که شامل 4 بخش نام کالا، تعداد کالا، قیمت کالا و قیمت کل هستش. خب ما برای اینکه قیمت کل رو به دست بیاریم باید قیمت کالا رو ضرب در تعداد کالا بکنیم. خب ما میگیم آقا قیمت کالا مساوی است با، میتونیم قیمت کالا رو سلکت کنیم، ضرب و تعداد کالا رو سلکت کنیم که این روش زیاد جایز نیستش. ما بهتر که بتونیم با روش آدرسیهی یا مثلا آدرس سلول محاسباتمون رو انجام بدیم. یعنی چیه؟ یعنی مثلا ما میگیم آقا الان قیمت کالا شیر ما توی روش آی بخش سطر ششم. خب ما میتونیم بگیم آی 6 ضرب در تعداد کالامون که 2 هستش هم توی بخشش جی 6. خب من اینجا مساوی یادم رفت بذارم، پاک میکنیم میگیم مساوی هست با آی 6 ضرب در جی 6 که قیمت شیرمون به دست 2 ضرب در 20 برابر با 40,000 تومان میشه. خب ما با استفاده از روش اتوفیل که در سمت راست سلول هستش میتونیم بکشیم به پایین و قیمت رو به دست بیاریم. خب ما بعد از این باید مبلغ کلمون رو حساب کنیم. مبلغ کلمون شامل 3 تا قیمت کلامون میشه که میشه 40,000 تومان، 90,000 تومان و 160,000 تومان. ما باید با استفاده از گزینه fx و ابزار سام قیمت کلامون رو سلکت کنیم و تایید رو بزنیم و اوکی و اینطوری میشه که قیمت مبلغ کلمون هم به دست میاد. مرسی که ویدیو رو دیدین. خدا نگهدار.